اگه این ماشین رو تو سامانه وارداتی ها بخرید چه ویژگی‌هایی رو بهتون ارائه میده؟ چینی هستش اما بهش میگن تانک 300. یکی از معروف ترین SUV های آفرودی بازار چین به حساب میاد که اتفاقا وارد بازار خاورمیانه هم شده و به تست های ایمنی و قابلیت های آفرودیش معروفه. شتابران خودرو داره ارزش میکنه و در شرایط فعلی بازار میشه قوی ترین و با کیفیت ترین SUV 0 کیلومتر بازار ما که تو سامانه وارداتی قیمت علل حسابش نزدیک 2.5 میلیارد تومنه. ولی بدونید اگه شانستون زد و به اسمتون در اومد قیمت تمام شدهش براتون نزدیک 3.5 میلیارد تومن تموم میشه. یه موتور 2 لیتری توربو شارژر TGDI داریم 227 اسب بخار و 387 نیوتن متر. جعبه دهنده 8 سرعت اتوماتیک ZF که توان رو به چهارچرخ میتونه انتقال بده. یه ماشین شاسی مستقل در بخش جلو تعلیق دابل ویشبون رو داریم و در بخش عقب تعلیق 5 اتصاله و سیستم کنترل پایداریش در کنار اینکه با هرزگردی اینا رو مدیریت بکنه حتی در برابر باد جانبی پایداری ماشین شما رو مدیریت میکنه. واسه آپشنی هم هست این ماشین نداشته باشه؟ آره به خاطر اون محدودیت سقف ارزی مثلا ایربگ پرده‌ای رو نداره، شارژر وایرلس رو نداره، رادار نقطه کور هم نداره. ولی این اصلا به این معنی نیستش که این ماشین فول آپشن یا با یه امکانات خوبی ارزونه میشه. سانروف رو داری، تریم داخلی چرم رو داری، ماساژور صندلی راننده رو داری، صندلی برقی گرمکن صندلی جلو رو داری، کیسه هوا جانبی داری، نورپردازی کابین داری، متریالی داری که خوبه و واقعا باید گفت مثلا متریالی که شما تو این ماشین تجربه می‌کنی یه جایی از ماشین اکستریم هم که الان خیلی لوکس جا افتاده تو چینیا بالاتره. تنظیم حالت رانندگی داری، دوربین 360 درجه‌ای داری که واقعا با کیفیت، رادار خطخوان داریم، نورباله اتوماتیک داریم، کروز کنترل تطبیقی تو ماشین داریم، پدل شیفتر اومدن گذاشتن، تهویه هم اتوماتیک تانک یوترن داریم، قفل دیفرانسیل عقب رو داریم که به صورت الکتریکی خودمون میتونیم فعال و غیر فعالش بکنیم، ساب ووفر داریم توی این ماشین و خیلی آپشن های دیگر رو میتونیم تجربه بکنیم، فناوری LED چراغا و این ساعت باحال و تایرهای هانکوک رو میبینیم. حتی برای زاپاس هم همین تایر رو در نظر گرفتن. این دره رو که باز کردید اگه خواستید بسته نشه اینجا قفل داره، اینجوری قفلش رو میبندید. این قطعه میتونه به صورت میز هم برای شما استفاده بشه تو کمپینگ ها و اینجا هم ما سابوفر رو داریم برامون گذاشتن و صندلی عقبش به صورت کامل میتونه بخوابه.